مووت 2023 ماینکرافت. اولین مووی که تو مووت معرفی شد خرچنگ قابلیتش اینه که اول از همه که تو بایم سوامپ اسپون میشن و قابلیتش اینه که یه چیزی دراپ میکنه که ما با اون نمیدونم میتونیم دورتر بلاک بذاریم، یعنی جای دورتری بلاک بذاریم از خود عادیش. دومین ما آرمادیلو هستش که آرمادیلو تو بایوم نزدیکای تو بایوم ساوانه اسپام میشه و وقتی بکشیمشون یه چیز دراپ میکنه که میتونیم برای سگامون آرمور بسازیم. و سومین ما هم پنگوان بغل خشکی اسپام میشه، خشکی که بغل دریاه، که اون